شاید از خودتون بپرسی یه یوتیوبر وقتی وسعش سر میاد چیکار میکنه؟ امروز اینجاییم که یه زندگی یوتیوبری رو تجربه کنیم دیگه، در همین حد. بزن فعلا بریم. سلام هلو گایز، شما یک ویدیو دیگر با عمو ناچو هستیم بچه شما شاید اینا رو تو 2 هفته یا 1 هفته بعد ببینید، ولی هر سه تاش اینا همش تو یه روز ضبط شده. حتی هنوز هست پیرنا میتونی تشخیص نه هیچ تو هر ویدیو یه پلنتو در آوردی بچه. هر یه ویدیو که میشیم شاید یه دونه لباسشو میکنه. ای راست میگی، اصلا سیکرتا یادم. یعنی یه ویدیو دیگه بگیریم مشتبه رو اینجا لخ کرده. رکابی بیا در بیارم. 2 تا ویدیو دیگه با بگیر. آره هنوز اینجا شلوارم پامه، هنوز 2 تا شلوار دارم. نه من با بالا راضیم. خب آره. بچا اومدیم کارهای روزمره رو بهتون نشون بدیم، نه حالا 24 ساعت، ولی خب اونا که فیک میکه، ولی خودمون از این ویدیوها میخوایم بگیریم. فعلا یه ولاگ معمولیه، قراره بریم دنبال یه نه دوستان یه ذره با هم دیگه شروور بگیم، بدونید که کلا توی جمع پسرونه رفاقتی چه اتفاقایی میفته. گوشیو بگیر یه اتفاق خیلی مهمو نشون بدم. این جدیدن داره اتفاق میفته. من بعضی وقتا میافتم رو دور چای بچه‌ها. چای خیلی ویو میاره، نمیدونم چرا. تو لایو که اینطور بود، ببینید تو ویدیو تاثیر داره یا نه. و کم بریزید که تو ماشین در حال حرکتی اذیت نشید. قشنگ برید مشتبه بریم. من نمیخورم. من میخورم. و تو نگه دار تا من بخورم. 2000 years later 6.5 hours later بریم. بچه ما یه پاتوقی داریم که میایم اینجا جمع میشیم، اکثرا حرف میزنیم، ویدیو میگیریم و اینجور چیزا. و بچه کمربند ایمنی خیلی مهمه. بچه ما اینطوریم که میایم با هم دیگه جمع میشیم، حرف میزنیم، هوا میخوریم، چای میخوریم، یه ذره زرت و پرت میکنیم. تایممون که گذشت، هواخوریش خیلی مهمه. تایم که گذشت برمیگردیم میریم خونه. ولی مهمترین اصل اینجاست، ما این همه میایم بیرون، این همه شروور میگیم، این همه حرف میزنیم، چرا اینا رو ویدیو نکنیم؟ نمیدونم چرا نمی‌کنیم. چرا اینا رو ویدیو نکنیم؟ شاید شما دوست داشته باشید مثلا بدونید توی جمع پسرونه مثلا چطوریه. شما مثلا میخواید بدونید مجتبی پیش رفیقاش چطوریه، مجیوان آیا همونطوریه که تو ویدیوه یا نه، مثلا شخصیتش پیش رفیقاش فرق میکنه. بچه‌ها من هر طوری که پیش همون نویدم داخل ویدیو هم همونم، اصلا هیچ تفاوتی نداریم. یک گاز برای بچه‌ها بدم. ایوه من همون عوض اونایی شدن که نموندن. وضعیت خیلی خوب بود. گازم انقدر خوب بود میکروفون افتاد. بچه این میکروفونی که میبینید امروز گذاشتیم، فکر نکنید اون پای ثابت باشیم. آره نه بچه این بشینیم گو بخوریم. آره بعد گفتم که شاید شما دوست داشته باشید بدونید مثلا موجیوان داخل جمع رفیقاش چجور آدمیه. بریم رستوران مهدی آمدی. پولر بریم. پولر نشون بده رستوران به بچه‌ها. اگر این ویدیو یک ویو بخوره ما میایم اینجا. چقدر شب شوکی بود دیارو. الان ما میخوایم چیکار کنیم همون نوید؟ ما داریم میریم دنبال یکی از بچه‌ها. قراره بیاریمش، یه ذره حرف بزنیم، جنگولک بازی و اینا، یه ذره سطح ویدیومون رو فان کنیم. بچه‌ها ما داخل ویدیوهامون با همون نوید الان اکثرا 2 نفریم. جا داره که ما از 2 نفر تبدیل بشیم به چند نفر همون نوید؟ 3-4 نفر. به 3-4 نفر و یه اسکواد گنده بچیم. ولی بچه‌ها این دیگه به شما بستگی داره. شما باید علاقه داشته باشید، ویدیوها رو ببینید، داخل کامنت ها بگید. بچه‌ها داخل کامنت ها میان حرف میزنن ها، ولی اون چیزی که باید رو نمیگن. می‌دونم چیه؟ اون سر تقصیر اینه که بچه‌ها کامل ویدیوها رو نگاه نمی‌کنن. اگه کامل نگاه کنن میدونن که چیا بگن چیا نگن. ولی خب دیگه حالا ما مسئله نداریم، همین که ویدیوی ما رو حتی در حد 30 ثانیه نگاه می‌کنن به ما اقش میدن. من اگر بخوام با رفیقا و دوستا ویدیو بگیرم چند تا ولاگ میتونم بگیرم اون نوید؟ روزانه 2 تایی روزانه میتونم 2 تا 3 تا ولاگ بگیرم بچه‌ها. ولی یا اکثرا بچه‌ها بعضیاشون پای نیستن، یا مثلا بچه‌ها اذیت میشن، یا مثلا بعضی دوستان هم تصویرشون دیده بشه. از این چسی بعضیه دیگه. تولید محتوامون رو میکنیم، ویدیویی که شما میخواید رو درست میکنیم، ویدیویی که خودمون هم میخوایم هم براتون درست میکنیم. ولی شرط داره. شرطش چیه همون نوید؟ لایک، سابسکرایب، کامنت، حمایت. شب که میشه به عشق تو غزل صدا میشم، ترانه خون قصه
تموم عاشقا میشم شب که میشه به عشق تو غزل غزل صدا میشم ترانه خون قصه تموم عاشقا میشم. من ندیدمش هنوز دوستان. برنامه است؟ آره دوستان ما دیدیمش ولی اون ما رو ندیده است. درخت دختره حاجی. سلام مجدد داریم با اما نگی عمو امیرعلی نمیخوای حرف بزنی؟ بریم با بچه چطوری؟ خوبه؟ من نویدم دیگه ماشین داشتی آتیش گیزه تو خیلی آیکیوی دم نعمت آباد هم میشد برای ولاگم میشد. راست ای بابا من پا شدم تا شمال رفتم تا نعمت آباد بترسم خجالت بکش بوم نرفتی میدم. دنبال دوستت تخمه بود. اینا رفیق نیستن اینا ادا رفیقن. دختر پیچوندم اومدم الان با تو بیرون. بابا عشق من یاجی بده در بیار بزن بار فیکس بزنم. اینا رفیق نیستن اینا ادا رفیقن. امان از حلالت باشه بابا. حرفای آقا اینا رفیقن اینا رو نگه دارید. اینا رفیق نیستن اینا ادا رفیقن. آدم دورو دیدی؟ آدم اینا دورو رفیقن بچه‌ها. اینا رو آدم دورو چیه؟ دیدم دستت دیدم اونو لعنت من می‌خواستم بخرم نخریدم. دیروز گرفتیش. از کجا گرفتی؟ بچه مال من بهتره چند به بچه‌ها نشون بده نشون دادم خب افتاد؟ خب اینجا فکر می‌کنی چند گذاشتی؟ نه من قیمت کرده بودم 300 خورده‌ای بود. 140. دروغ نگو. پشمام ریخت دیدم دارتش. بابا چند گفت 140. همونو بده بیا. مبارک مراقب باش سعید نزنه ازت فقط. من تو رو یادم اومد یه بار فکر کنم ریشاتو زده بودی یه فیلم نشون گرفته بودی از آفرین واکنشی. آره همین در دانشگاه بود دانشگاه دیدی تو بودی اون مترو بودشون. اون یکی دیگه بود بس اونی که پاره شد من بود. ریاکشن منو دیدی یا ندیدی؟ نه فقط سعید اومد. منم ببینش ببین ریاکشن واقعی به کدوم میگن ریاکشنش بی ریاکشنی کل ریاکشنش. حالا ریشاشو زده بودی یعنی موقت بدون ریش نبودی نگرفت کف مترو خوابیدم داشتم می‌خندم. بابا من با یه دست ریش سیبیلمو گرفته بودم. من چرا ریش سیبیلو زده بودم؟ یه دستم کارت بود بعد میرفتم بلیت میگرفتم بعد یه دستم هم گوشی با بعضی این فیلم میگرفتم. یعنی من داشتم از دست سومم استفاده میکردم. آقا این اونور گیت بود. من هر کاری میکردم این قبل از اون منو میدید. عمو تلفن بذار کنار عمو موقع رانندگی. واقعا کار زشتیه بچه‌ها جریمه‌اش کنید. بده بچهای بیمه چیزشو در بیارن. بلاکش بود 32 32 سرشو بگیر دو. خب آقا یه دست باش. چند خوشگلم. نکشیمون بابا. مشتی داره بذار بگم کشمشه بعد 2-3 جلسه غیبت میره دانشگاه استاد میگه کجا وایسا خیلی آروم حرف میزنی. اینو بده دستش بیا. اولین بار میکروفون شروع بالا 1 2 3 1 2 3 نگفتم خوب بیفته احساس می‌کنم پادکست هادی چه کستی؟ مورچه بعد از 2-3 مورچه کشمشه بعد از 2-3 جلسه غیبت صدا فوت میگیره آره همین فاز کشمشه بعد 2-3 جلسه غیبت میره دانشگاه. بعد استاد میگه این همه غیبت کجا بودی؟ میگه استاد مویز بودم. چای بخور گونه. اینا رفیق نیستن. مرسی. خیلی فام بود. من از برم از ماشین. منم یه جوک بگم منم جوک سلام. منم دلم خواست سلامی دیگر هفته چجوری گذشت؟ نه جوک رو میخوام بگم بچه یادم رفت نوید در حال فکر کردن. نه یادم رفت حقیقت بادکنک همون میخوای بگی؟ کامنت بذار نظر بدید سلام. یه روز دوتا بادکنک داشتم میرفتن بعد بادکنک دومیه به اولیه میگه ریدم. بده. مشتبه خودت بگو. 2 نفر اومدن جوک بگن سر و هیکلمونو گل گرفتن. ببین به من اجازه ندن یه کاریو بکنم مگه نه جوکایی براتون میگفتم که غیر قابل پخش.
بادکنکه رو بگم الان دوباره؟ بادکنکه ریدم روش. قشنگ تر زد توش. من چی بگم؟ من جوک زیاد بلد بودم. میخوای بیله رو بگم؟ بیل چی؟ زن غضنفر و اینا. نشیدم. آقا این نمیدونم کیا میبینن، جوک ما هم شنیدیم، معنیشو نمیدونم. زنه برمیگرده به غضنفر، زنگ میزنه میگه که شوهرم خونه نیست بیا منو آره. غضنفر میگه که نه الان شوهرت میاد. شوهر زنه میادش. داروی بیهوشی میریزه تو غذای شوهره، میگه که شوهرم بیهوش شدش بیا منو الان آره. میگه که نه بیهوش نشده هنوز. میگه که یه لحظه وایس. میره یه مایتابه برمیداره میزنه تو سر مرده، میگه که الان بیهوشه بیا منو آره. غضنفر میگه نه هنوز بیهوش نیست. زنه میگه یه لحظه برم الان میام. غضنفر میگه باش. مرده میاد گوشی برمیداره به غضنفر میگه داش تو رو خدا بیا اینو آره. رفته که تو انبار بیلو بیاره. ریاکشن نو ریاکشن. چا این ویدیو اگر 100 تا ویو بخوره 20 تا لایک بخوره امیرعلی هم میبرم مرتاد. یکم توقع داره نمیخوای بیاری پایین؟ نه همینه. تو زندگی 15 تا لایک خورده ویدیو. آره 20 تا اکانت چیز درست می‌کنم لایک می‌کنم. همینه بچه‌ها همینه. بالا سگ خوب بالا. به تولدم تنها رفتم کیک گرفتم بعدشم بخشیدم ولی به دل گرفتم. بذار من تغییر ویو بدم. فیلم بردار از دل و جون مایه بذاره. کما میگیرن نمیخوره. بابا نمیخوره تو دستم گیر نمیکنه. نه چرا اینقدر فاصله گرفته بودی مثلا؟ فیلم بردار با دل و جون. ماشین چند بار گفتم بلد نیستم. چند بار تو ماشین گفتم بلد نیستم. به تولدم تنها رفتم کیک گرفتم بعدشم بخشیدم ولی به دل گرفتم. میخوای تو بازی کنی؟ فعلا فیلم بردارم. فیلم یا بدم بیل برداری. آی فیلم بردار. ریدم پشت نه؟ نه با تو بازی میکنی. من جدی باید برم فیلم بردار شم. احساس خیلی دارم با زحمت کنه. بگی میخوای من یوتیوب بدم تو فیلم برداری رو؟ برو بمیر بابا. مگه یزید من 5 سال یوتیوبرم. مگه موینم میخونه؟ فیلم بردار عوض شد. مگه میشه بگیریش بعد ولش کنی؟ بچه یه حرکت خفن میخواد بهتون نشون بده اگه بتونم خوب بزنم. باد میاد یکی از کسبش رسیدش. کم ولی خب من خوشگلم. میرم دورتر. ما هم برو دورتر. بابا منم اون بالا. جانم بزنه بره یه ور دیگه من کردار گونه ساشه آره بزن. بگیر.